سلام و وقتتان بخیر. به استودیوی مرکزی کاکتوس نیوز با من مختار لشکری خوش آمدید. توجه کنید به اتفاقات و درگیری هایی که میان ایران با امریکا و اسرائیل شدت گرفته است. امروز چه گذشت در منطقه؟ ارتش اسرائیل اعلام کرده است که موج گسترده‌ای از حملات جدید خود را علیه زیرساخت‌های حکومت ایران در تهران و اصفهان آغاز کرده است. این حملات در حالی انجام می‌شود که پایتخت ایران شب گذشته هم شاهد بمباران سنگین بود و گزارش‌هایی از وقوع انفجارهای شدید در غرب تهران بخصوص در نزدیکی فرودگاه مهرآباد منتشر شده است. همزمان منابع محلی در اصفهان از شنیده شدن چندین انفجار در جنوب این شهر خبر دادند، جایی که به گفته مقام‌های استان اصفهان تأسیسات مرتبط با سپاه پاسداران هدف حمله قرار گرفته و از آغاز درگیری‌ها تا امروز دست کم 10 نفر در اصفهان کشته شدند. اما در بیانیه‌ای تازه لحظاتی پیش ارتش اسرائیل بیان کرد در تازه ترین موج عملیات هوایی خود با استفاده از 10 جنگنده اهدافی در تهران و مرکز ایران را هدف قرار داده است. به گفته مقام‌های جنگی اسرائیل این حملات سکوهای پرتاب موشک، پایگاه‌های جنگی و زیرساخت‌هایی را هدف قرار داده است که به گفته تل‌آویو در عملیات تهاجمی ایران مورد استفاده قرار می‌گرفتند. اسرائیل تأکید کرده است که این حملات بخشی از عملیات گسترده‌تر برای تضعیف توان ایران در ادامه درگیری‌های جاری است. اما همانطوری که در خبر توجه کردید، هم شب گذشته تا تقریباً اوایل بامداد امروز و هم از ساعاتی پیش شهر تهران مخصوصاً آماج حملات بی‌امان نیروهای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا قرار گرفته. چندین انفجار مهیب در تهران گزارش شده است به کاکتوس نیوز و همچنین تصاویری که از اصفهان ایران به کاکتوس نیوز رسیده است هم حملات شب گذشته ارتش اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را به اصفهان نشان می‌دهد و هم حملات بی‌امان امروز اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به اصفهان را نشان می‌دهد. اصفهان جزء استان‌هایی بود که حداقل در 7 روز گذشته که امروز روز 8 درگیری هست مورد حملات کمتری قرار گرفته بود، اما حالا می‌بینید که فاز جدید حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به سمت دیگری از استان‌های ایران کشیده شده. حالا گمان می‌رود که نوبت به پایگاه‌های سپاه پاسداران در استان اصفهان ایران هست. همچنین گزارش‌هایی از صدای انفجار در نزدیکی‌های منطقه پاستور تهران هم یک بار دیگر به گوش رسیده است. حتما می‌دانید پاستور همان جایی بود که بیت رهبری قرار داشت که کاملا منهدم شد پس از 2 حمله در 2 روز متفاوت. اما چیز دیگری که در پاستور وجود دارد دفتر ریاست جمهوری ایران هست که در منطقه پاستور هست و صدای انفجاری که امروز از محله پاستور به گوش رسیده ما در کاکتوس نیوز نمیتوانیم آن را تایید کنیم، اما احتمالاً انفجاری بوده که توسط حملات اسرائیل و ایالات متحده انجام شده است. اما در طرف ایران سپاه پاسداران لحظات پیش اعلام کرد که یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز را با یک پهپاد انهدامی هدف قرار داده است. همزمان رسانه‌های ایران تصاویری از سوختن نفتکش در آبراه راهبردی منتشر کردند. در بیانیه سپاه آمده است که نفتکش با نام تجاری پریما پس از بی‌توجهی به هشدارهای مکرر نیروی دریایی سپاه درباره ناامن بودن تردد در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته است. این حادثه در یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان رخ داده و نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس را افزایش داده است. اما در تحولی بی سابقه تقریبا در طول این 7-8 روز اخیر در میانه این تحولات مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از کشورهای همسایه که در روزهای گذشته هدف حمله قرار گرفتند عذرخواهی کرده است. پزشکیان گفته است نیروهای مسلح ایران در نبود برخی فرماندهان آتش به اختیار عمل کردند و افزوده که شورای موقت رهبری تصمیم گرفته است ایران دیگر به کشورهای همسایه حمله نکند مگر آنکه از خاک آن کشورها حمله علیه ایران انجام شود. ساعتی پس از انتشار این سخنان هم قطر اعلام کرد که یک حمله موشکی را رهگیری کرده است. اما در واکنش به این صحبت‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن می‌داند چگونه مشکل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را حل کند. او در گفتگو با شبکه CNN مدعی شد که آمریکا نیروی دریایی ایران را از کار انداخته و با از بین رفتن توان دریایی تهران
ایران دیگر قادر به انجام عملیات‌هایی که در نظر داشت نخواهد بود. تنگه هرمز در خلیج فارس در شرایطی عادی پرترددترین مسیر انتقال نفت در جهان به شمار می‌رود و بخش بزرگی از صادرات انرژی خاورمیانه از این آبراه عبور می‌کند. دونالد ترامپ در صحبت امروز خود همچنین در صفحه تروس سوشیال خود هم پستی گذاشته است و صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران واکنششان داده است. گفته است که ایران با حملات امریکا تسلیم شد بالاخره، هرچندی که دونالد ترامپ ادعا می کند که جمهوری اسلامی تسلیم شده است، اما از طرف دیگر مسعود پزشکیان از همسایه های ایران معذرت خواهی کرد، نه از ایالات متحده آمریکا، و واضح بیان کرد که در صورت حمله ایالات متحده آمریکا از کشورهای عربی و کشورهای همسایه ایران باز هم به آنها حمله خواهد کرد. اما باید دید که چه اتفاقی قرار است که در ادامه صحبت‌های دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رخ دهد. دونالد ترامپی که گویا امروز خرسندتر از هر روز دیگری در 8 روز گذشته بوده، ادعای پیروزی بیشتری در پیام‌های او دیده می‌شد و در نهایت پیامی که او پست کرد که ایران، جمهوری اسلامی در برابر همسایه‌های عرب خود تسلیم شده است. در خبری دیگر، ایران امروز همزمان با پیام دونالد ترامپ که گویا تسلیم شده است، یکی از پرترددترین میدانهای هوایی جهان را هدف حمله پهپادی قرار داد. ویدیوهایی که در رسانه‌های عربی منتشر شدن نشان می‌دهد یک پهپاد به داخل محوطه فرودگاه بین‌المللی دبی برخورد کرده است. حمله‌ای که باعث شد همه پروازها به مقصد این فرودگاه برای ساعتی به تعلیق درآیند. شرکت هواپیمایی امارات بعدتر اعلام کرد عملیات پروازی از سر گرفته شده است، هرچند داده‌های پروازی نشان می‌دهد شماری از هواپیماها همچنان در حریم هوایی این شهر در حالت انتظار قرار دارند. همین که آقای دونالد ترامپ پست میکنه که گویا ایران در برابر همسایه‌های خود تسلیم شده است، سپاه پاسداران با یک پهپاد انهدامی میدان هوایی امارات متحده عربی یا یکی از بزرگترین فرودگاه‌های جهان را که در شهر دبی هست را مورد حمله پهپادی قرار میدهد. همین حمله پهپادی باعث شد که برای چندین ساعت فرودگاه بین‌المللی دبی مسدود شود، بسته شود و این یعنی میلیون ها دلار ضربه هم به امارات و هم به دیگر شرکت هایی که از میدان هوایی دبی برای تجارت استفاده می کردن. همین لحظه‌ای که من با شما صحبت می کنم گفته می شود که آژیر خطر در تل‌آویو و در حیفا هم به صدا در آمده است. گویا موج جدیدی از موشک‌های ایران و پهپادهای ایران رهسپار تل‌آویو و حیفا شدند. همانطوری که می دانید در 2 روز گذشته تعداد حملات و تعداد موشک‌هایی که در حملات محدود ایران به سوی اسرائیل استفاده می شود کمتر شده است. 2 گمانه‌زنی وجود دارد. گمانه‌زنی اول این که ایران، ذخایر موشکی ایران به ته رسیده است و در حال اتمام هست که خطر بزرگی برای بقای جمهوری اسلامی خواهد بود در برابر آمریکا و اسرائیل. گمانه‌زنی دوم این است که به دلیل به پایان رسیدن تقریبی دفاع موشکی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، ایران با حملات محدودتر اما تاثیرگذارتر خاک اسرائیل یا جغرافیایی که تحت حاکمیت اسرائیل هست امروز را مورد هدف قرار می‌دهد. از طرف دیگر تنگه هرمز همچنان بسته است. آخرین آمار نشان می‌دهد که یک بشکه نفت در جهان بیشتر از $90 هست. آخرین آمار نشان می‌دهد که احتمالاً تا روز دوشنبه به $120 خواهد رسید هر بشکه نفت. شما می‌دانید که روز گذشته 6 روز پیش یک بشکه نفت در بازارهای جهانی فقط $65 بود و با آغاز جنگ و با بسته کردن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی حالا $65 به $120 قرار است برسه و این خطری بزرگ برای بزرگترین مصرف کننده های نفت در جهان هست. روز گذشته ایران هم اعلام کرد که روسیه و چین میتوانند آزادانه از تنگه هرمز عبور کنند و هیچ محدودیتی برای آنها وجود ندارد. تنها
کشتی‌هایی که مربوط به ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی هستند حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. ما حدود 2 ساعت دیگر با کاکتوس نیوز دیگر در خدمتتان خواهیم بود، با تیمی از خبرنگاران و تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان و جهان. می‌خواهیم که به صورت عمیق ورود کنیم به بحث محدود شدن حملات ایران به اسرائیل، چه دلیلی خواهد داشت و وضعیت تنگه هرمز و محدودیت‌های نفتی ایران بر سر اقتصاد جهان که چه بر سر اقتصاد جهان خواهد آمد. از شما سپاسگزار هستم. مراقب خودتان باشید، مخصوصا اگر در مناطق ناامن زندگی می‌کنید. خدا نگهدار.